دعوای ما سر چی است امروزه؟ والا زبان ما از زبان تو بهتر است، قوم ما از قوم تو بیشتر است، من حق دارم تو حق نداری، این خانه ما است تو نیست، تو مهاجر هستی من صاحب خانه هستم. بله. یعنی در شأن و در وصف یک مسلمان واقعی چنین گپی میزید. شما تصور بکنید اگر رسول صلی الله علیه و سلم همین کلمه را از زبان صحابه میشنید، مثلا یک کسی از صحابه بلند میشد برای سلمان فارسی میگفت که تو جای نداری اینجا، برو تو خانه، برو تو سرزمین فارس هستی. برای سهیل میگفت که سهیل برو تو از روم هستی، تو اصلا در مدینه چی میکنی؟ تو چرا آمدی به سرزمین ما آمدی؟ بله. مردم مکه برای مردم مدینه مثلا میگفتن، یا مدینه برای مردم مکه میگفتن شما چرا آمدین در سرزمین ما؟ پیامبر واکنشش چی میبود در برابر اونا؟ یک جمله را تصور بکن، بلال و ابوذر بینش یک اختلاف ایجاد میشه. بله. یک تشنج بسیار کوچک. ابوذر برای بلال میگه بچه زن سیاه‌پوست. شاید میلیون ها کلمه از این کلمات روزانه ما در جامعه خود بر یکدیگر استفاده میکنیم. بله. ولی بدون اینکه که توجه بکنیم که چی میگه. یک جمله ابوذر برای بلال میگه بچه زن سیاه‌پوست، یعنی مادر سیاه‌پوست، خودت سیاه هستی. بلال میاد نزد رسول صلی الله علیه و سلم شکایت میکنه که یا رسول الله ابوذر برای چنین گپی گفت. پیامبر ابوذر درخواست میکنه، میگه هنوز من زنده هستم و شما به کارهای جاهلیت دست میزنید. و ابوذر از بلال معذرت خواهی میکنه، حتی میگه من سر خودم میگذارم تو با کفش خود به دهانم بگذار که من چرا گپ رو برات تکرار کردم. وقتی که واکنش پیغمبر در برابر یک جمله در کنار ابوذر و بلال این باشه، وای به حال تو تاجیکی که شب روز مصروف است که والله من از پشتون بهتر هستم، وای به حال تو پشتونی که شب روز تلاش بکنی که والله نیست من از تاجیک بهتر هستم، این وطن خانه ماست، به تو ارتباطی نداره، زبان باید زبان ما باشه، حرف باید حرف ما باشه، تصمیم باید تصمیم ما باشه، قوت باید از ما باشه، قوم ما باید سر حکومت باشه. تو چی تصور میکنی که در روز قیامت تو تاجیک و پشتون و هزاره و ازبک در برابر رسول الله قرار بگیرید، برای همه ایتان بگید بروید که من شما بیزار هستم، متنفر هستم از رنگ شما بعد از من در دنیا این گونه رفتار کردید، به جایزی که به اهداف بزرگ بیندیشید، به جایزی که اتحاد و وحدتتان حفظ میکردید، به جایزی که به همین اکتفا میکردید که شما مسلمان هستید، زاده یک سرزمین هستید، به جایزی که به همین اکتفا میکردید که شما پیرو قرآن هستید، پیرو رسول صلی الله علیه و سلم هستید، بله. به جایزی که شما به اهداف بلند میاندیشیدیم، اولویت میداشتیم برای عمران و آبادی وطنتان، برای دفع دردهای همدیگر و مرهم گذاشتن سر زخمای همدیگر، شما به جایزی که به اینها میاندیشیدید، اونم در یک دنیایی که کل دنیا آباد شد، آزاد شد، با اقتدار، با قدرت، حتی دنیایی که با هم رقابتی هسته‌ای دارن. بله. شما با چشم سرم میدیدیم که دنیا شما شب روز به سر چی مصروف بودید؟